از دست این مارا رو میبینید خیلی برای طبیعت مفیدن، باعث از بین رفتن جانورهای موذی، موش و چیزا میشه. ما با پیرم میبینیم دیگه، کلا علاقه خاصی به این موجودات داریم، اینم داریم نوازشش میکنیم و آخر سر هم که راهش کردیم رفت به دامن طبیعت، چون ما دوست داریم موجودات. درو آخر سر وقتی زد با توار گراش قد کرد. نه ما ولش کردیم رفت. میبینید که داریم کبابا رو آماده میکنیم. به به عجب کبابایی، به 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 به. برنج ما هم که به صورت ارگانیک عجب برنجی شده بود. به به به، اصلا نگاه کنید عالی. خب این بچه هم بچه عمه ما هر جا برسیم یه جیب فردک یا کبریت داره، همونجا ماشین آتیش میره. نه این چون دوست داره که کبابی بزنه تو آینده، کلا علاقه خاصی به کبریت و اینجور کارو داره. من یه نصیحت کوچیکی بهش کردم، گفتم این کارا رو نکن. بعد بچه این بچه هم کبریت ها تا کرد، بعد بخاطر چای بذاریم کبریت نداشتیم. این هم که حاج میرزا کلا بی‌عصابه، دنبال بهانه و دعوا. حالا وقتی نهار شد و رضا موقع سفره پاپ کردن جیم زد. نه من رفتم از طبیعت فیلم برداری کنم، من اهل جیم زدن نیستم. جان بگردم جوجه ها اصلا عالی. منم سهممو گرفتم و جوجه زعفرانی یه چیز ترتمیز، اما سخت مشغول خوردن این جوجه‌ام. به به اینجا برای روی تلاش بکرد، بعد 100 بار ضربه خورد به درخت. به به دروغ میگه. اینم چای ما، عجب چایی. جان چای خون کفتن. یه دان گرگ تو مسیر برگشت به خانه با ما حمله ور شد. این گرگ کسی باوشغاله. اینم که دیگه طبیعت. موقع رفتن شد و ما واقعا کباب خوردیم داشتیم با ترکیب